دامالله حکمتالله تاجیک‌آبادی پیش از دنیا را پدرود گفتنش با ما 9 وصیت باقی مانده است. یکم، پیوسته با طهارت باشید. طهارت را به طور کامل بگیرید. دوم، پایها را در طهارت پوره بشویید. سیوم، کتاب فرض عین و 4 کتاب را با فرزندان بیاموزید. آنها مهمترین کتاب‌های حنفی میباشند. چهارم، سر لوچ یعنی بدون تاقی و عمامه نماز نخوانید. پنجم، در ختم نماز 3 دعا نمایید مطابق تعلیمات امام اعظم رحمت الله علیه. ششم، در هنگام سفر نمازهای سنت را خوانید. کسانی که نمازهای فرضی را خوانده نمازهای سنتی را نمیخوانند نمازشان نزد خدا قبول نمیشود. واعظ و مولوی های سلفی از جمله ختم کرده های پاکستان و دیگر مرکزهای دینی به مذهبان از مذهب غافلند. فتوای آنها ماهیت حنفی ندارد. هفتم، توسل